دم رئیس جمهور تاجیکستان، دم مسئولینش، دم اون مردم اصیل و کهنش گرم. با اینکه دینشون اسلامه و مذهبشون شیعه و سنی و خودشون به قول خودشون افتخار میکنن که دینشون اسلامه، ولی به آیین کهن خودشون، ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و به تمام دنیا دارن صادر میکنن که ما مردم تاجیکستان از نسل کوروش کبیر هستیم و به زبان اصیل و کهن فارسی حرف میزنیم و شعر میسراییم. الان جدیداً مجسمه کوروش کبیر با بالاترین کیفیت، با اون ابهتش و اون منشور معروف حقوق بشرش در پارکی به نام کوروش هست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نصب کردن. مردم هم از کنارش رد میشن، کیفشو میبرن، لذتشو میبرن، حقشون هم هست، نوش جونشون.